خواهد. من انشاءالله از این شب سر کرده یک خرسندی بزرگی در تمام گوشه کنار مسلمان ها الحمدلله، یعنی بانگ خدا خواهد قرآن، یعنی انشاءالله بلبلان محمدی صلی الله علیه وسلم در این خدا خواهد یک ماه چغچغ میکنن. انشاءالله خدا خواهد مؤمنان راحت میکنن. ما هم باید که انشاءالله از این روزها با یک خرسندی، با یک چهره شاده، با یک دل انشاءالله شادی باید که انشاءالله خدا خواهد پیشواز گیریم. الحمدلله من ببینید دو خرسندی است میگه برای روزداران. یکی در وقت افطار، ببینید ما بالای میز ما همه این ناز و نعمت تیار میکنیم، لیکن فرمان انشاءالله الله انتظارش میستیم. در همین حالت الله میگفت است که ببینید بندگان من ببینید که امروز از ترس من جرأت نمیکنن که برای نعمت من دست دراز کنن. ببینید یک خرسندی الله از ما و شما خرسند میشه، شادی میکنه انشاءالله خدا خواهد. و یکی انشاءالله خدا خواهد در وقت انشاءالله خدا خواهد یعنی خواندن کردن عبادت و روزه گشایدن ها چی است انشاءالله خدا خواهد بسیار بسیار خرسندی است. باید که ما و شما چیزی که داریم انشاءالله خدا خواهد بالای میز حاضر کردن سنت است برادرها. چی که داریم از ناز و نعمت، چون که چشم آدم گوش نمیشود. بگین خدا آرزو میکنیم که سه باشد، آرزو میکنیم امروز الحمدلله ببینید همه ناز و نعمت خداوند فراوان دادگی است. الحمدلله این نعمتان شکرانه در کار است. الحمدلله به عدد شکر. امروز گرچه گوشنه نیست که مگر انشاءالله خطا نمیکنیم، چون که الله تمام نیاز نعمت برای دنیا برای ما شما داد. فقط شکرانه در کار انشاءالله خدا خواهد، صبر در کار عزیزی من. البته من در اساس توصیه اداره مسلمانان ازبکستان قرار پرزیدنت ریاست ازبکستان قبول گردید و